و امام ابو حنیفه شخصیتی هستند که علم فقه را مسئله گذاری کرده، بابهای او را ترتیب دادند. کتاب طهارت را به پیش، بعد از اون نماز، بعد از اون زکات، بعد از اون روزه، بعد از اون حج، بعد از اون نکاح، طلاق، بعد از اون خرید و فروش، بعد از اون احکام جنایات. فقه از دو تقسیمات کلان عبارت است: عبادات که به این شامل میشه طهارت و نماز و روزه و زکات و حج، و معاملات، این باقی ماده. معامله با همراهی آدم ها میشه: خرید و فروش و نکاح و طلاق و جنایت بین همدیگه رو. معامله که انسان با دیگرها میکند. عبادت معامله انسان با الله تعالی: نماز، روزه، زکات، حج. این علم فقه است. همین علم فقه را ترتیب دهنده رقم اولش در تاریخ امام ابو حنیفه هستند. دون اغلبها الامام ابو یوسف فی سجلات. اکثر این سخنها را قاضی ابو یوسف در دفترهاش نوشته است که بلغت عشرات الالاف من المسائل المدونه. ده ها هزار مسئله ها را در بر میگیرد. مدونه یعنی تدوین شده، در یک دیوان نوشته شده است، جمع آوری کرده. این در کتاب روائع ابی حنیفه آمده است.